Салом алейкум акай бобоҷон. Ман ина бачаи ҳаму бачаи гумшидагира бачаи амакиша ака ба рӯзогии мо ҳами хона ҳама хавотир шидагиай бовар куд. Акай нами фамилияи номуш Ҳабибуллоев Муҳиддин Холмуродович. Ана паспортча ака алиш кардагиай. Номуша дига чӣ мондагиай? Одинаев Абубакр Холмуродович мондаги ака. Я 4 сол шид ака на телефон мекунам на ҳичи дар гиҷои ҳами шаҳри Екатеринбург дар гиҷоиша ҳич ка намедонам ака. Ҳамин агар илоҷиш боша ака як чиз мекарде. دوستان عزیز سلام یا بار دیگه خیر دیده مردم یعنی برادر گمشته آدینه ابوبکر که نام فامیلیش هم میدیم بدهشی بده علش کردگی من حیران میشم همین قدر غم میخورن مادرها همین قدر عذاب میکشن همین قدر پستی بلندی میبینن چی تونه میرسه که چی تونه میرسه قدر غم میتیسه میاره یعنی که بیگناه را نه فکر پدر و مادر نمیکنه من اکی بچه در نظر ندارم یعنی نمیدونم ولی در کجا اما وقتی میمونیم در روی اکران بعد میبروین اکا او دلیلش که در فلان جا بودیم خطی فلانی بودیم در فلان جا بودیم تک بعضیش هستن که خیلی بگیم در جایی که جنگ رفته گیه اوکراین رفته گیه ما در همین ویدیو میلیون بار تکرار میکنم ما تاجیکیم مسلمانیم بعضی هم گراجین روسیه ایم یا که اویلکای خیلی 1000 و 2000 داریم یک اویلکی بلنده که وعده میتیم میبره یعنی که میره شما جو جنگ است من به خدا قسم پروفروچی کار کنی تو نیستم همونجا جو جنگ رفته سوده خطان دیده سوده اما میخیزه همونجا میره برادری که همین دودرها را میبره بعضی گشنه و تشنه را هستن زنگ میزنن 5000 روزی کارش 10000 هست جویش فکر نمینه پدر و مادر داره هم شهرها خطرناکن یک مسئله دیگه همین دودر در که جایی هستی التماس زنگ بزن اهل بیت این نمره بچه امک در روی اکران موندن بچه ها کدمه دیدش بگه زنگ بزنه التماس ویدیو را پهن کنه من دیگه نمیدونم چی بگم هر چی میگم در بالای خود در سر خود میاد و خدا قسم حرکت میکنم در همین دهنی روزادارم به خاطر خلقم به خاطر مسلمانان به خاطر مادرای غمخور خدمت کنیم با میان در سر ما همش چپا میشه خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه و اسلامی عزیز در روی دنیا غالب گردونه و برادرایی که در این زمین لرزه عذاب کشیدن خداوند مشکلش آسان کنه و پروردگار از این مشرکان پروردگار از این ظالمان از این یهودیای لعنتی های اسرائیل لعنتی برادرایی که در شهر فلسطین آزاد شو بگردونه خیلی دل درد میکنه بیا سرجمانه از میبخشه اگر گروه هم شد در رمضان اکنون کوی هم دیگر سرجمانه دعا میکنیم که مسلمانان را غالب گردونه وطن عزیز ما آباد بگردونه پروردگار این دشمنان را از روی این برادران خواهران فلسطینی بگیره که ما الحمدلله در جوگای گرمیم چقدر عذاب دارن برادر عزیز همین برادر در جای دیگه التماس بگه زنگ بزنه صاحب باشه دیگه نمیدونم خیلی بعضیش برادران مردش پیدا کنیم بعضی در زندان ها بعضیش یا سزا هستن بچه‌هایش بعضی میای همجا احتیاط باشه که بعضی با همون خاک‌ها سر کار داره ایوش هم همش میدونیم حق شرط نیست که برو آوردن روی اکران خداوند نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله. سلام و درود به پایان دوستان عزیز خداوند نگهبان تو باشد دوستان مهربان خیلی برادر دیده که مقصد گم شده به خاطر الله کمکش کنه پنگ کنه یعنی اون ویدیو را که تون پیدا شود و اهل بیت صبر جمعی میطلبم. خوب دوستان مهربان مسئله زمزم عمر میگذاریم دوستان مهربان که ما الحمدلله طول چند ماه کار کرده شدیم الحمدلله خیلی بچه‌ها رفتگی اومدگی خودشون روزه میدونن. دوستان عزیز برای آخرون رسیدیم برای چی میگم 15 روزی پس این آخرون رمضان 15 روز آخر رمضان دوستان مهربان روزی 8 نهم پروازه یقینا هسته پروازه دوستان 5 آدم در کره با نگه یکی برادر خبر نکره 5 آدم در کره ده نمون نرخه $1700 و $2000 $1700 به خورد و خوراک $2000 به خورد و خوراک رمضان 15 روزی آخر رمضان دوستان مهربان خواهش میکنم فقط کلمه که مثلا همین زمزم عمره یعنی برای حج است همه زمزم وقتی اکرا نگیرن این ریسه که شغل روی کنیم برای ریس دیگه با میگیم که مقصد ریس دیگه مو کی است خدا نگهدار رحمت برای برادرانی که ما را باور میکنن حج رفتن اومدن از شرکت زمزم عمره ما رحمت خدا کلمه که وقت داری سوم داری شرایط داری همه زنگ بزن رفته اومده کلمه که قرضی داری التماس قرض نکیوک
قرضدارم نیست قرض نکن نبیو. من میلیون بار در هر ویدیوم تکرار میکنم که حج با قرض نری نبیو. التماس. السلام علیکم و رحمت الله. رحمت برای دستگیرتون. احمد میکنم که مقصد چقدر ما را کمک میکنه. السلام علیکم. بابا جون سلام علیکم. اکا سوزید کنجی پروردگار اکا بابا جون خدا چی مشکلی که دوری اکا خداوند کریم مشکلات و سوم کنه اکا جونی ما خداوند همه وقت سربلندی باشه در این برادر عزیز در این بورکی ماه شریف رمضان علما باید کلی بندش خطاکار باشه ببخشش از برای الله برادر ما باشین فقط در این دنیا زکات خیرتون نمونه همه وقت که توی دا باشین برادر سلامتیتون باشه اکای بابا جون ما به تعریف هرانگ فرزند پدر و رخت دوست میدارم خدا همه وقت زندگی پیش بروه همه وقت حسن باشه پروردگار کریم مدار تا طریق رحمت سویسای جانتش کنه جوهکش روشن باشه که الله نگهبانش باشه که جان ما